نمیاد نیومده برو 3 نیومده برو اون دوتا اون آب هموم نبود میدونی چی بود؟ اون نعنا بود با سرکه نعنا و سرکه بعد سلام بچه‌ها خوش اومدین به چنل خودتون. امیدوارم که روز یا شب خوبی داشته باشین. امروز یه چالش داریم، چالش خیلی فان، چالش فامیلی. من پدرم و داییم امروز تصمیم گرفتیم که یه ویدیو خیلی فان برای شما درست کنیم. یه سری آیتم اینجاست بچه‌ها که واقعا هیچ کدوممون نمیدونیم توش چیه. چند تا آیتم هست که واقعا نمیدونیم چیه بچه‌ها. و اینکه یه سری بازی‌ها، یه سری خاطرات و یه سری جوک‌های خیلی فان انجام میدیم و هر کی بخنده امیدوارم که از این ویدیو خوشتون بیاد و تا آخرش همراهمون باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خب بچه‌ها همینطوری که مشاهده میکنید این آیتم هستش و اینکه واقعا نمیدونیم پشت چیا هستش. ایشون پدر بنده هستش و ایشون هم دای بنده هستش. قراره کلی با هم چالش‌های خنده‌دار امروز انجام بدیم. خب بچه‌ها همینطوری که مشاهده می‌کنید ما الان باید یه سری بخندونیم خودمون. اصلا مهم نیستش چی کار کنیم، فقط بخندونیم که یکی آیتم انجام بدیم. کم با هم صحبت ما به هم نگاه کنید لطفا. معاشرت کنید با هم، بخندونیم. هر کی اول بخنده با چیز می‌خواید تو تعریف کنید. جوک بردین تعریف کنید؟ پاکنه جوک بردین تعریف کنید با سعید؟ یه جوک تعریف کنید شما. مرد خورده به درده چی؟ برگشته؟ برگردون زده؟ برگردون زده. تو چقدر عزیزی قربونت برم من. آره الله خنده بوده میگه. چرا؟ نه دیگه این دوتا دیگه. یه خندید دیگه باشه ما با هم دیگه چیز کردیم ولی شما خندیدین. شما الان جریمه میشین یه دونه از آیتما رو انتخاب میکنین و تشریف میارین یه دونهشو میل آره الان اول من باید کردم. بله چون ما اومدیم نتونستیم ولی شما ما رو نگاه کردین خندیدین. یعنی این ویدیو اصلا هیچ قانونی نداره که چند نه دیگه بند هر هست. کی بخنده بفرمایید. خب قشنگ میاری نه بالا من ببینم. خب من نمیدونم چی داری. بفرمایید. چی بودین؟ یه چیز خیلی خوشمزه. سس روبه بود چی بود؟ سس انار بود؟ میریم ادامه داستان. خب میخوام یکم سخت‌ترش کنم. نیشخند و حتی خنده یه ریزم باعث میشه که آره خب بگیدیم خوانگا چی برای تعریف کنم؟ خوبه واسه بفرمایید. چرا خندیدی؟ این تک داری بچی؟ من نخندیدم. شینگل ننایی حتی با خدرات بجوام که در بفهمید چیه؟ حسن هستم خدرات جوید بفهمید تشریف برین یکی شاید انتخاب کنید اون بر نمیدید از همینجا کدومش دوست داریم؟ ما رو به نام خدا. به نام خدا چی بود؟ مزه همون میداد. نخوردی نگاه کن بالا نیومدیم. چی بودی؟ آب لیمون بود؟ مزه کف همون میداد. صافت بریم آره سس تونده نخوره بریم آنتن بعدی آنتن بعدی آنتن خب
خب میخوای یه جوک تعریف کنیم واقعا هر جوکی جوک من الان یادم نمیاد. شما جوک یادتون میاد؟ نه بیشتر جوکای من بیادبیه. من اشکال از سانسور میکنم بیادبی نمیکنم. فقط داره درست 26 تا دونه آیتم حالا دونه هرکی بخنده. آره دیگه نیشخندم نداری من خب عباس یادت تو اتوبان بود ماشین میبرد میره اینجوری بوق میزد. دن 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 دالا کی میخنده؟ میخواد بخندیم داشتم شد. میشه من شوخی دستی داشته باشیم نه شوخی دستی نداریم اینجا. باید بخندیم. میخند نه اینجا اینجوری که خب بکنیم بخندی که دلیل نمیشه که نه خیلی پدر دست نزن. آقا قرار بود نیشخندم بزنه باید بخوره. آره یعنی خندهشو داره میخوره. خب نه لباسو باید دل کنه. باش خیلی میجوام. یه بار دیگه جیبونی خرخرت نمیجوام. خرخرجو هستم. مثلا از بچگی عادتم بود فقط خرخره میجویم. من یه جوکی میتونم تعریف کنم بفهم. مثل این مرد داشته راه میرفته بعد یهو چون داشت راه میرفته یادش میره راه رفتنو بعد دیگه همین تو چی کسافتی هست؟ کسافت نوعی این کجا داره بود؟ نمی‌دونم. خب شما یه تلاشیه و من الان تلاش میتونم بکنم. مامی کجا مینی هنگیل. خب نه اینطوری که نمیشه چرا؟ خیلی بده میدونی مینی هنگیل. به دایی خوب چی بود سید؟ این گاو نبود گاوه با این گاوه با یک میسوان وصلت کرده با چشم میشه وصلت کردم بزگاویه. نمیخندی؟ الان چرا الان نمیخوای بخندی؟ الان چرا قفل زیر رو من چرا کنیم؟ بخندی دیگه تو یه چیز. خب نه خب الان شما دو تا هم نگاه کنید یه 2 دقیقه هم نگاه کنید بیان جلو قشنگ نگاه کنید هم قشنگ نه قشنگ نگاه کنید چندی چرا میکنه؟ ها؟ نگاه کن مینی هنگیل. خب نه خندید اون شیرم خواهشمندم فکر کنم سوزتون دوست داشته باش نه نه تو نه نگاه بکن یه سوال آیتم خوب هم داریم این همون بود اونم قطع چه اسم خوشمزه است نه پدر شانسمون خیلی عالی بودی چی بود؟ آب بودش الان بین این دوتا یه دونش بعد یه دونش خوبه خب بریم بخندیم بریم بخند زود تمام بشه شما یه زحمت بکشین یه 2 دقیقه هم دیگه رو نگاه کنید. I do, I so نه ما بانی بود چشمک چشم سایست چشم آخه نمیدید چیکار کرد قشنگی داریم آقایان تشریف بیارین زود که کار داریم. خدا آقایان تشریف بیارین. آقا من اینو خوردم بعد عوضش کنم نه دیگه خوردی یه دونه مرده دیگه اون یه دونه رو باید بریم. خب نه دیگه شما اصل کار یه دونه است یکی دیگه بخنده اونو باید بخوره نمیشه خب بخوره. آقا خب شاید خوب باشه خب باید هرچی بکشی باشه قشنگ بیار فهمیم. بالا من ببینم. خب ببین من 10 ثانیه هورد میگم. بکشی هورد یک میشماریم 1 چشاتو ببند 2 3 4 چی بیشتر بخورم نه شانس رو نگاه کن 3 این مخصوص کیه این همون چیز ناراحت کننده است نه خب هر کی بخنده اونو میخوریم یا خود خدا. میشه اون حرکتی که رو من انجام دادی میشه رو بابای انجام بدی نه نمیشه ولی من یه چیزی میگم بابا این میخوام عمرم بخند. وزارت خب نه دیگه. آقا الان ازشون میگه 1 2 3 نخند وزارت یه چیزی میگم خب نخند نه بخندی این میخنده خب نه بخند یه چیزی میگم دیگه افته کنم ناراحتیه آزاد کن آزاد کن اصلا
تعریف کنم. همیشه آخر سر تو باید جمع کنی قضیه میشه سفره رو کباسا رو آخر سر گردن تو میفت بخنده این سوسو رو اون کاری که رو من کردی بشه انجام بدی ببینی ببینی چی یادم اومد؟ من این نگاهش کنی مثل برای اون کامینه است. من دایم نگاه کن لباش نگاه کن خندی نه تو یه چی خندیدی فوت کردی تو خندیدی من فکرم تموم شد دیگه تو خندیدی عجبا فوت کردن که دلیل نمیشه که چرا؟ من نگه چرا میدارم چرزن میدی؟ من فکرم خندی دیگه فکر کردم من فوت کردم خرخره نه من دنبال یه چیز خنده‌دار قدیمی هستی آبی آبی مرده بود داشتی میرفتیم تو ماشین لالا گوره خره باهوش دیدی آره نیست اون گوشی من نمیشه درست کنید بدید من یه جوری تعریف کنم نه یه چیز دیگه آه. یه صحنه انجام میدم دیگه اگه فهمیدی کیه من به جایزه میدم جایزش اینه که چیز بخوریم چیزه شمال املت با برنج املت رو برنج خوردیم؟ نه خودش میره داستان چیه همش تیکه های چیز اون که بیشتر حال آدم به هم بزنه چیز بلند چیز تو خورد دیگه تو آب خوردی خیلی باید بخورم من یه حرکت انجام میدم اگه نخندیدی واقعا دیگه میدونم که من به جات سوسو میخورم باش قبوله؟ یا جلو فیس تو فیس فیس تو فیس چیه دیگه فیس تو فیس پیس پیس من دوئل من میخوام یه بادکنک بشم هر کی خندید دیگه یه ذره بودم که هم نگاه کن باز کنم شو آقا نه تو چشش نگاه کن بعد بادکنکی که خیلی نزدیکه آره. به انسان بادکنک خندون خب نخند نه بخندی چرا؟ خب چرا نداره که برو که ما اینجا کار داریم آشپزی برو 1 2 3 برو میخوای آشپزی کنی؟ نه 1 2 3 برو آیا خورد بکشم 30 ثانیه یه قطره با بده دهنم نه، میارم 3 ثانیه. بیشتر چی 3 ثانیه؟ 3 ثانیه باید بشماریم برو از اون موقع که نه آب میاد بالا چشم ببر که قشنگ بره 1 2 3 2 4 3 واه آقا میدونی جالب اینجاست چیه خیلی سخن آخر بزرگان خوش است استاپ این امشب رفت این سس رو خودش خرید خودش هم تومه این سس شد توبه یه گرگه شعر میگه در آیان موسیقی خاطر توبه گرگه چیه؟ تومه میگه مرگه مگه گرگه میشه از از اون بخوری؟ نه نه ویدیو در میاد استاپ من همون باد کنه اگه اینو بخوری ویدیو در میاد خب ما که چی نیزیم ما این فلفلا زیاد خوردیم حالا اگه خب میشه اگه فلفل بخوری از نمیداره بخور زحمت موقع باش واقعا 5 ثانیه بشورم بخور آب همون با فلفل 1 لباش میلرزه بخور دو. نمیاد با نیومده برو 3 نیومده برو این امشب رفت این سس رو خودش خرید خودش هم تومه این سس شد وای بچه واقعا حالش بد شده برای یه جلو زنده ای؟ دوباره دوباره آه بازش رفته بوی پیاز گندیده میده بچه امیدوارم که خیلی خوشتون اومده باشه از این ویدیو تا ویدیوی دیگر Let's go! چرا اینو نگاه کنی؟ بیا Let's go! میشه حالت رو دور بگی؟ حالتون رو دوربین بگید دایی محترم
قبلا فلفل ها اینجوری نبودن. فلفله الان ناراحتن نه؟ چشتون پرش شده حسین. اگر مزه پیاز گندیده تو انبار میرفت. ها؟ اون آب همومه با اینجا آب حموم داغه یه لیست بزنید. اون دوتا اون آب هموم نبود، میدونی چی بود؟ اون نعنا بود با سرکه، نعنا و سرکه. بعد جلو بگی جلو بگی. چه کسافتی بود نخور. سرکه چی بود؟ این بود نگاه کن. نه هرش جلو. بده دوبین نشونش بده. این بود بچه ها فلفل. چیه؟ اون فلفل اون هست سرکه، من رو سرویس کرد. سرکن ریختی؟ فلفل سرکه با آب جوب با بچه امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. حرفی سخن چیزی به بچه ها بزنی؟ آقای فلفل خور داری مشکل داری بی داریم زحمت میکشیم تو تا حالا بده خدا. بابا جان حرفی نداری بزنی ببینیم. بچه ها خیلی حال کردم. این ادعاش میشد که من فلفل خورم و اینجا مشخص شد که همش حرفه. فلفلاش بچه هندوستان بودن. بچه ها منتظرتن. بنده خدا باید ساله یهاش خورده. این ویدیو خوشتون اومد و اگه بازم خواستین همین چالشه فامیلی بگیرین حتما تو کامنت بگین. دوستتون دارم. پیس. سفت.